9 نشانی پختگی هر انسان. مورد آخر خیلی مهمتره. این پست رو ذخیره کن، به دردت میخوره. برای بهترین هایت هم ارسال کن. 1. پختگی یعنی متوجه بشی که خواب شب مهمتر از چت کردن تا نصف شبه. 2. پختگی یعنی درباره یه کاری که میخوای انجام بدی به کسی چیزی نگی تا زمانی که انجامش بدی انرژی خارجی میتونه اهداف رو از بین ببره. 3. پختگی یعنی بفهمی هر کسی توی محل کار دوست تو نیست. کارتو انجام بده، پولتو بگیر، برو خونه. 4. پختگی یعنی زمانی که هنوز رابطه‌ات قطعی نشده صندوقچه اسرار خودت، دوستانت و خانوادت رو برای کسی باز نکنی. 5. پختگی یعنی توجه داشته باشی که رنج ازدواج کردن با فرد نامناسب بدتر از ترس فعلی تو از ازدواج نکردن تا قبل از 30 سالگیه. 6. پختگی یعنی آرام بودن و مشاهده‌گر بودن رو یاد بگیری. هر چیزی به واکنش تو نیاز نداره. 7. پختگی یعنی مسئول زندگی خودت باشی و از کسی انتظار نداشته باشی، چون اینجوری دیگه سرخورده یا دلگیر نمیشی. 8. پختگی یعنی بدونی که زمان ترک کردن خیلی مهمه، مهمونی، کار، رابطه. 9. و در آخر پختگی یعنی از اشتباهاتت درس بگیری تا بتونی از چرخه تکرار رها بشی. گاهی یک جمله مسیر زندگی آدم رو تغییر میده. اگه دنبال تغییر هستی، پیج انگیزشی میتونه کمکتون کنه.